سلام بچه، خوش اومدید به اولین لانگ ویدیوی کانال من، یعنی کارآگاه شدم که همونطوری داخل شورت ویدیو هم دیدین. میدونستین چه لانگ ویدیویه بچه. این یه مپ کارآگاهیه که من خودم ساختم، البته خیلی وقت پیش ساختم، هیچ چیزش یادم نیست. خب پس بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه اینجا که اسپان میشیم دو تا تابلو است که یکیش نوشته نکته مهم بازی، نکته مهم با زبان نوت‌های بازی، فینگلیش هست. اینو که خب هم نمیتونستم بخونم. سرنخ هر لول رو پیش خودت نگه دار، نیازت میشه. بچه این داستان بازی هم من داخل شورت ویدیو میخونم، هر مپی که داستان داشت و داخل شورت ویدیو بهتون میگم، پس شورت ویدیو رو یعنی دنبال کنید. اینجام که نوشته کرافت مپ، این و اینجام دیگه نیم کارگاه تازه کار. اینجام که استارت، این که ربات ببینیم چی میگه. میگه که سلام، اسم من روبی هست. توی این راه به یک کیسه نیاز داری تا سرنخ ها را جمع کنی. با اون دکمه پایین به خودت یک کیسه بده. give me. یک کیسه هم که به مدت همون باندل دیگه. کیسه چی بگو، باندل دیگه. خب بریم برای لول اول. خب لول 1 شنبلیل زاده تالک. من مدیر موزه آقای شنبلیل زاده هستم. دکمه درست را پیدا کنید. باش. دکمه خب دکمه اول هیچی دراب نکرد. نه. دکمه دوم هیچی دراب کرد. چی میگه؟ خب یه راهنمایی. دکمه داخل تابلوهای در مخفی هست. باش، خودم انجامش بدم. اینجا چیه؟ بپر و وارد در مخفی شو. باشه. بیا. میپرم نمیره. نمیشه. میپرم. مطمئن در مخفی تو ایناست. 26 دارم میرم، هیچ کدومش هر چقدر میپرم نمیره. نه آن رفت. سرنخ 1. این سرنخ 1 جمع کنیم. اونجا میفهمیم چیکار باید بکنیم. اینم بزنیم لول 2. بچه اینم استادیه این مپ است که داخل یکی دیگه از شورت ویدیو بهتون میگم. یعنی این یعنی چی؟ این یعنی این کانال رو باید ساب کنی و این ویدیو رو لایک کنی، شورت ویدیو رو لایک کنی و دنبال کنی و نگاه کنی. پس دمت گرم. خب بریم ادامه ویدیو. خب 2 تا سرنخ داخل ما وجود داره. یه چیز اینجاست که معلومه یکیش همین سرنخ هست. سرنخ 3 مگه سرنخ 2 هم هست. ترپدور اینجا فکر کنم زیر همین ترپدور است. نمیبینیم چیزی زیر این یکی از ترپدورا. نمیبینیم. بسته شدی. نمیبینیم. بچه مثل این که هر مپ یه دونه چیز داره. یه دونه دکمه پایان داره که میتونیم با اون دکمه پایانه بریم لول بعدی. خواهی این باشه که چی دکمه پایان کجاست؟ اینجا این همه دکمه هست. نه مثل این که این نیست. اینجا من شک کردم. میگم اینهاش. خب لول 3 هلپ. سرنخ ها در جنگل هستند. خب بدون اول اینا چی میگن تو اینجا؟ هیچ رد پایی از دوست ها نیست. تیم کاوش مثل اسمشون. تو چی میگی؟ پلیس. میگه من پلیس هستم و با تیم کاوش خود دنبال سرنخ ها از دوست ها هستیم. تو چی میگی؟ تو هم که حرف بقیه رو داری میزنی. کاوشگاه نداره. تو این اتاق چه خبره؟ جسی روم اتاق سگه.
این بچه فکر کنم این داخل داستان هست. پس شورت ویدیو رو دنبال کنید تا بتونید بفهمین دیسی روم یعنی چی، چه قضیه پشتش. این دیگه تختم هیچ خبری نیست. خب بریم میبره. میایم اینجا و داخل این اتاق چه خبره؟ هیچ خبر نمیکنم. سر پروژه یکی از ویلیج بودن، یعنی اتفاق تو ویلیج افتاده بوده، نمیدونم چیزی که نگفتن. ما بریم داخل جنگل سرنخمون رو پیدا کنیم. بیا سرنخ اول خیلی راحت پیدا شد، ایزی پیزی لمس کویزی. سرنخ پنجم، سرنخ چهارم کجا؟ این هم سرنخ چهارم. بیا راحته، ایزی بابا. فقط دکمه پایان کجاست؟ من که دکمه پایانی پیدا نکردم. اینجا نه، داخله اینجا نبود. چرا همینجا بود؟ لول 4 اینجا کجا؟ یه سرنخم تو بازی بوده. تو چی می‌بینی اینجا؟ سلام، چی میخوای؟ من هم کارگاه جینگو رو میشناسم. نامردا اون چی؟ میشناسم اون نامردا دستگیرش کردن. سفارش چیه؟ گیو می واتر، گیو می برد. هیچ کدوم. چی کاریه؟ نمیخوام. سرنخ میخوام. چست اینجا نیست. چرا چست اینجا است؟ پس بریم همینجا، چون اونجا یه درم بود ولی فکر کنم اونجا نباشه. اینجاست. نه 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 نه. غیر نیستم، هیچی نیست. ترپ داره بچه، فکر کنم دکمه پایان زیر ترپ داره که ندیدمشون. خب همین دره رو باز میکنیم. یا اول از ما اینجا باید دنبال چیز بگردیم. نه وی نه، این چون پشت. نه چه این پشت شدی؟ سرنخ بیا کار نداشت. نه سرنخ 6 دکمه پایین فکرم زیرم ترپ درست. سری برم دکمه پایانم بزنم بتونم چیز کنم، بتونم سریع اون چیز رو پیدا کنم، برم به مرحله بعدی. اینجا خالی زیرش. اینجا پایین یه دقیقه میخواستم بگم پیدا نکردم. لیول 5. اینجا چه خبره؟ هیچ خبر نیست. اینجا چه کار زندان اینجاست. اینجا چه خبره؟ نگهبانی کلید داره؟ نه فکرم نداره، چون اینا نمیدونم هست. فکرم سرنخ رو باید اتوین گیر بریم دیگه. نه فکرم یا کلید رو باید اتوین گیر بریم یا سرنخ. باز کن در تو بابا. هی نه کلیدی هست نه سرنخی. اینجا نه، اینجا رو هم باز میکنیم. نیست بچه، من برم تایم لپس کنم اینجا ویدیو رو تا وقت شما گرفته نشه. بچه نیست. هر چقدر تمیز سلولار گشتم هیچی نیست. این بالا چیز نیست. این طرف داره چی؟ خوابریدیم چراغ. بس ببینم اینجا طرف داره نیست. بده اینجا طرف داره. اینم که چراغ چیست؟ کلید نگهبانی. ایوال. خب بچه اونم که مثل اینکه چراغ کلید نگهبانی اینجا باشه، بریم نگهبانی باز کنیم ببینیم چه خبره. بچه من برم نگهبانی باز کنم. Let's go. خب بچه داریم میرسیم که نگهبانی رو باز کنیم. نگهبانی درش باز شد. ایزی. چیز که اینجا هم که هیچی نیست. بفرمایید طرف رو اینجا باز یکی چیز داخلشه و سرنخ 7. بریم ببینیم چی میشه. فینیش بالون داره میاد.
اینشم شدیم. خب اینجا چیه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دکمه داره. یعنی چی؟ نکنه این سر نخو به درد همین میخورده. 6 5 این هدپه رو من بزن بالا. 5 ها یک بله 7 6 5 7 6 4 5 4 این با این تغییر میکنه 3 اینم با این تغییر میکنه 2 1 ایول. خب بریم ببینیم چه خبره. میدونم داخل سرنخ یه عدد سرنخ 1 هفتمی سرنخ 1 میشه فکر کنم این 7 سرنخ 2 3 میشه اینجا سرنخ سومی 4 اینجا باز کنیم. سرنخ 4می میشه 2 رو اینجا باز میکنیم. سرنخ 5می میشه 9 5می 9 اینجا. 6می میشه 5 و آخرین سرنخ 6 میشه. 6 کو 6 ایول در باز شد. چه خبر اینجا کاربت شده ای آخه برای من این همه 7 مرحله خاک تو سرت کنن. سلام خیلی ممنون برای کمک. بیا فرار کنیم. لیتس گو ببریم. یووین رفقا بردیم. خب همین آره بردیم 7 مرحله اومدیم و بردیم. خب بچه ها مرسی بعد اینکه این ویدیو رو تا ته نگاه کردین. برای اینکه اگه دوست دارین پارت های دیگه ای از مپ درست کنم این ویدیو رو لایک کنید و داخل کامنت ها بگین. اگرم ایده ای دارین داخل کامنت ها بگین تا ویدیوشو درست کنم. شورت ویدیو ها رو نگاه کنید و این ویدیو رو لایک کنید و این کانال هم ساب کنید. ممنون. خدافظ.